درود، خوش اومدین به یک قسمت دیگه از برنامه خودتون. امروز میخوایم با هم دیگه یک فسنجون خوشمزه با یک شیوه جدید درست کنیم. غذایی که کمی دردسرش زیاده ولی بسیار خوشمزه است. بریم برای آماده سازی. موادی که ما برای درست کردن فسنجونمون احتیاج داریم حدود نیم کیلو مرغ هست که من از رون مرغ استفاده میکنم. از سینه هم میتونید استفاده کنید، منتها به خاطری که یک مقدار توی مرحله پختش ممکنه بافتش سفت بشه من ترجیح میدم که از رون مرغ استفاده کنم. یه دونه پیاز نیاز داریم برای تفت دادن مرغمون. حدود 2 پیمانه رب انار احتیاج داریم. حدود 2 پیمانه گردو، زعفران غلیظ و یک مقدار خیلی کم زردچوبه. ما توی این مرحله گردو رو چرخ میکنیم که بافت گردو بافت درشتی باشه. میتونیم اون رو با میکسر یا غذاساز خرد کنیم، منتها اونجوری دیگه کلا پودر میشه و اون طعمی که باید زیر دندون بیاد رو به خودش نمیگیره. اگر که چرخ گوشت توی خونه ندارید میتونید اون گردوتون رو بریزید داخل یک پلاستیک و با گوشتکوب یک جسم سخت اون رو به آرامی بکوبید تا بافتش درشت بشه. قبل از اینه که بریم سراغ چرخ گوشت اینو باید بهتون بگم که من از حدود نیم کیلو گردو دارم استفاده میکنم و این رو خیلی خوب دقت کنید که همه چیز توی درست کردن فسنجون به ذائقه شما برمیگرده. یکی دوست داره پرگردوتر باشه، خب مثل من از نیم کیلو گردو استفاده میکنه. یکی دوست داره اون رب اناری که استفاده میکنه ترشتر باشه، از رب انار ترش استفاده میکنه به مقدار بیشتر. ممکنه رب انارتون ملس باشه مقدارش کمتر باشه، پس به این نکته خیلی خوب دقت کنید. بریم سراغ چرخ کردنمون. دقت کنید که ما یک بار بیشتر این گردومون رو چرخ نمی کنیم تا به یک همچین بافتی برسیم. نه خیلی نرمه و نه خیلی سفت. بعد از اون نوبت میرسه به چرخ کردن پیازمون. میرسیم به این مرحله که پیازهامون رو باید چرخ کنیم. یه دونه پیاز سایز متوسط رو به بزرگ داشتیم که با وجودی که یک مقداری از این گردو هنوز توی دهنه چرخ گوشت هست من با همون چرخش میکنم چون هیچ اتفاقی پیش نمیاد. اگر که شما هم مثل من از چرخ گوشت استفاده میکنید به یک همچین بافتی میرسید که ما الان این رو باید بریزیم داخل یک مایتابه یا قابلمه برای تفت دادنش. خب دوستان، تا اینجای کار رو پیش رفتیم. از اینجا به بعد خیلی خوب دقت کنید. نکاتش از اینجا شروع میشه. ما زیر گازمون رو روشن میکنیم و اون رو روی یک شعله ملایم میذاریم. شعله‌مون نباید خیلی زیاد باشه و اون بافت پیاز داغمون رو که میخوایم بگیریم یا اون پیازی رو که میخوایم درست بکنیم پهن میکنیم و یک مقدار بهش روغن اضافه میکنیم و اون رو هم میزنیم و منتظر میمونیم تا شروع کنه به سرخ شدن. دقت کنید توی این مرحله ما خیلی پیازمون رو نمیذاریم سرخ بشه، چون ما پیاز رو چرخ کردیم و بافتش کاملا کوچیک شده و از هم متلاشی شده. فقط در حدی که یک مقدار اون حالت خامی پیاز از بین بره برای ما کافیه. حدود 1 دقیقه میذاریم به حال خودش بمونه و بعد از اون هر 10 ثانیه اون رو هم میزنیم. این پروسه به مدت 2 دقیقه انجام میشه. خب بعد از گذشت تقریبا 1 دقیقه ما
اون بافت پیازمون یک مقدار رنگش برگشته و الان آماده هست که به مقدار نوک قاشق غذاخوری بهش زردچوبه اضافه کنیم. خیلی دقت کنید، یک مقدار خیلی کم، فقط برای اینی که اون عطر زردچوبه رو هم بتونیم استفاده کنیم و یک مقداری رنگش عوض بشه. اگر که زیاد بهش اضافه بکنید طعمش تلخ میشه. جزء معدود غذاهایی هست که ما داخلش از نمک و فلفل اصلا استفاده نمی کنیم، چون طعم اصلی اون رو از بین میبره. یه چند دقیقه‌ای که گذشت، یک 30 ثانیه که حدوداً گذشت و عطر زردچوبه آزاد شد، گردومون رو بهش اضافه میکنیم. خب این گردوی ما هست و گردویی که چرخ کردیم رو بهش اضافه میکنیم و سریع شروع میکنیم به هم زدن. خیلی این مرحله رو دقت کنید، چون این مرحله حساسی هست. اگر که به خوبی هم نزنید باعث میشه که بافت گردوتون بسوزه، طعمش تلخ بشه و اون روغنی که باید از خود گردو خارج بشه به خوبی خارج نمیشه. توی این مرحله حدود 2 تا 3 دقیقه شروع میکنیم به هم زدن گردوی چرخ شدهمون تا جایی که بوی گردو رو احساس کنیم. هر زمانی که بوی گردو رو احساس کردیم بهش 2 تا لیوان آب سرد اضافه میکنیم. آبی که نه ولرم باشه و نه خیلی خنک. تقریبا الان یک 3-4 دقیقه گذشته و موقع اون رسیده که بهش 2 تا لیوان آب سرد رو اضافه کنیم و بذاریم به مدت حدوداً نیم ساعت بپزه. من الان آب سردم رو اضافه میکنم چون دیگه بوی گردون بلند شده. همین مقدار کافیه و اون رو شروع میکنیم به هم زدن. یک همچین بافتی که مثل حالت آش رو به خودش بگیره کافیه. من این رو به مدت تقریبا نیم ساعت روی یک شعله بسیار ملایم دربش رو میبندم و میذارم با آرامی شروع کنه به پختن و توی همین فاصله میرم مرغ‌هام رو هم شروع میکنم به سرخ کردن که همزمان با همدیگه پخته بشن. توی همین فاصله که گردوهای ما شروع میکنه به جا افتادن، ما مرغ‌هامون رو هم سرخ میکنیم. یک مقدار روغن رو در کف مایتابه میریزیم. قبل از اینی که شروع کنه به گرم شدن و داغ شدن، یک قاشق از اون متریال زعفرون تا 2 قاشق، این بستگی حالا به ذائقه خودتون داره، داخل اون ماهیتابه‌مون میریزیم و به این صورت شروع میکنیم به هم زدنش. یک مقدار که شروع کرد به قل خوردن، مرغ‌هامون رو داخل ظرفمون میچینیم. دقت کنید توی این مرحله مرغ‌هامون باید کاملا سرخ بشه، نه اونقدر سرخ که رنگش تیره بشه و نه اونقدر خام که قابل خوردن نباشه. در حدی که کاملا رنگش برگرده، رنگش تقریبا حالت قهوه‌ای تیره بشه که توی مرحله بعدی پختش زمان کمتری رو بگیره، چون ما سایز مرغ‌هامون سایز کوچیک هست، پس زمان زیادی رو نمیبره. اگر دقت کنید من رونهام استخونهاش رو شکستم، چرا که وقتی که رونتون داخل اون فسنجونتون میخوان استفاده کنید، اگر که استخون داشته باشه باعث میشه که خیلی دندونگیر نباشه. البته از گوشت فیله هم شما میتونید استفاده کنید، ولی خب اینجوری طعم بهتری رو بهش میده. من درب این رو میبندم و میذارم به حدود 5 تا 10 دقیقه بپزه. خب حالا مرغ‌هامون رو برمیگردونیم تا اون سمتش هم شروع کنه به سرخ کردن. خب بعد از گذشت تقریبا نیم ساعت، همون جور که میبینید اون مایه فسنجون ما آماده هست که ترکیبی بود از
پیاز چرخ شده و گردوی چرخ شده و اگر من اون رو الان هم بزنم میتونید بافتش رو ببینید که یک بافت تقریبا نرمی رو داره. یه نکته رو بهتون بگم، اگر که زمانی دارید آب رو بهش اضافه میکنید حس کردید که آبش خیلی کم هست و اون بافتش سفت شده، میتونید یک لیوان دیگه هم بهش اضافه کنید، چون بافت گردوها بعضی از گردوها متفاوت تره. مثل این گردوی من گردوی گوشتی هست، ممکنه آب بیشتری رو به خودش بگیره و یک سری گردوها خشک باشه و آب کمتری رو بگیره. این دست خودتون هست. یک رازی که خیلی مهم هست بدونید، توی این مرحله که نیم ساعت از پخت گذشت باید بهش 4 تا تکه یخ رو اضافه کنید. چرا 4 تا تکه یخ؟ به خاطر این که باعث میشه که یک شوکی به اون موادتون اضافه بشه و اون روغن داخل گردو به بیرون بریزه و این یکی از ترفندها و شیوه هایی هست که برای خارج سازی روغن گردو استفاده میشه. این رو شاید همه جا بهتون یاد ندن. 4 تا قطعه 5 تا قطعه یخ رو بهش اضافه میکنه تا یک لحظه سرد بشه و اون روغنش بیاد بیرون. اگر که این اطرافش رو دقت بکنید میبینید که یک مقدار رنگش سبزتر شده، به خاطر که داره روغن رو از اون بافت گردو میکشه بیرون. یه 10 دقیقه ربع ساعت که گذشت، بعد از اون ما مرغ‌هامون رو بهش اضافه میکنیم. تقریبا یک ربع ساعتی از زمانی که ما یخمون رو ریختیم داخل موادمون میگذره و اون شوک بهش داده شده و همونجور که میبینید یک حالت روغنی رو روی خود اون مواد ما فرا گرفته. توی این مرحله ما مرغ‌هامون رو بهش اضافه میکنیم، مرغ‌هایی که از قبل سرخ کردیم و به این شکل در اومده. اونا رو دونه دونه داخل خود اون موادمون میندازیم تا با همدیگه ترکیب بشه. ولی دقت کنید که نیاز نیست خیلی مرغ‌هاتون سرخ شده باشه. البته یه نکته دیگه هم بخوام بهتون بگم، توی مرحله سرخ کردن مرغ‌هاتون برای که یک مقداری طعم بهتری رو به خودش بگیریم، میتونید از کره هم استفاده کنید. فقط از افزودنی ها و موادهایی که باعث میشه که طعم اون غذاتون خیلی غالب بشه، مثل پودر سیر و اون ادویه هایی که خیلی بودار هستن اصلا استفاده نکنید، چون طعم خیلی بدی رو به غذا میده. همون مقدار پیازی که ما داخلش اضافه کردیم یا اون مقدار زعفرانی که اضافه کردیم کافیه و ما این رو داخلش قرار میدیم و حدود یک ساعتی میذاریم تا جا بیفته و بعد از اون بهش رب انار رو اضافه میکنیم. تقریبا 1 ساعت از زمانی که ما گذاشتیمش روی شعله گاز میگذره و همونطور که میبینید یک روغن خیلی خوب رو روش فرا گرفته. بیشترش هم به خاطر اون بحث یخی هست که بهش اضافه کردیم. توی این 1 ساعت هر 10 دقیقه یا ربع ساعت یک بار ما اون رو به این شکل که میبینید خیلی آهسته شروع میکنیم به هم زدن. اینو خیلی دقت کنید. اگر که خیلی سریع هم بزنید یا محکم هم بزنید باعث میشه که اون بافت مرغ‌ها از هم وا بره، جدا بشه و اون شکل خوب خورشت رو حفظ نکنه. به همین صورت هر 10 دقیقه یک بار ما اون رو هم میزدیم که برسه به این مرحله. توی این مرحله ما دیگه بهش رب انار رو اضافه میکنیم. یه نکته که در مورد رب انار وجود داره اینه که رب انار شما میتونه طعمش رو به شیرینی باشه، رو به ملس بودن، یا طعمی بین همون شیرینی و ترشی باشه، یا کلا ترش خالص باشه. این بستگی به ذائقه شما داره. من از یک پیمانه رب انار ملس استفاده میکنم. حالا شما اگر که از رب انار استفاده کردید و دیدید که اون طعمش خیلی ترش شد یا ترشیش بیش از اندازه شد، میتونید بعد از اون یک مقداری به شکر هم اضافه بکنید که طعمش متعادل بشه. اینا یه چیز سلیقه‌ایه و یک چیز قطعی نیست که من بگم چقدر استفاده کنید، چون همه چیز بستگی به اون ذائقه و اون طعم غذایی داره که شما دوست دارید داشته باشه. توی این مرحله خیلی آهسته به صورت دورانی ما اون رو هم میزنیم که هم رب انارمون به همه جای خورشتمون اضافه بشه و هم اون رنگش کم کم شروع کنه به تغییر کردن به سمت تیره شدن یا همون رنگ اصلی خورشت فسنجون که تقریبا حالت مثل تیره مشکی مانندی داره یا قهوه تیره ای رو داره. و میذاریم به مدت 10 دقیقه تا ربع ساعت دیگه بجوشه و بعداً دوباره مرحله شوک دادن با یخ رو
بهش انجام بدیم تا آخرین روغنی که توی خود گردو هست هم آزاد بشه. این مرحله خیلی مرحله مهمیه. اگر که شما هر چند دقیقه یک بار اون رو هم نزنید، باعث میشه که گردوهایی که الان سنگین شدن برن ته قابلمه‌تون و شروع کنن به سوختن. برای همین باید به مدت 5 دقیقه همش بزنید روی شعله خیلی ملایم تا به اون درجه‌ای که میخواین برسه. تقریبا حدود 10 دقیقه گذشته و همونطور که میبینید رنگش باز شده و تیره تر شده. توی این مرحله برای بار دوم بهش یخ رو اضافه میکنیم. 4 تا تکه یخ رو در جاهای مختلف خورشتمون قرار میدیم و یک مقداری اون رو هم میزنیم، نه خیلی، تا مجددا یک شوک دیگه به خورشت ما بده و اون چربی رو شروع کنه به آزاد شدن، یا همون روغن در واقع گردو رو. این باعث میشه که تمامی روغن گردو آزاد بشه و اون لعابی که نیاز هست رو بهش برسید. اگر که این گوشه ها رو دقت بکنید میبینید که روغن جمع شده، حتی کنار همین یخ ها شروع کرده به رنگ روشن تر شدن، چون این داره روغن خود گردوها رو آزاد میکنه. این نکته خیلی مهمه، حتما انجامش بدید. و الان درب اون رو میبندیم و میذاریم جا بیفته خورشتمون. این هم از فسنجون خوشمزه ما که بعد از تقریبا 2 ساعت آماده شده. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. نوش جان.